مسئله از بیولوژی نگاه کنید. سرعت پهنشوی، سرعت افزایشی باکتریا و مقدار آن در وقتی داده شده متناسب است. فهمید؟ باکتریا افزایشش حاضر چقدر باشد بعدی اون حاضر وقت و متناسب. فهمیدید؟ انکو نگاه کنید. در درون 5 ساعت مقدار باکتریا 3 مراتب زیاد شد. 5 ساعت اند مقدار باکتریا 3 مراتب شد. الان شما قانون وابستگی مقدار باکتریا از وقت یابید. قانون وابستگی مقدار باکتریا رو از وقت. بچه‌ها من وقتی حوصله داشته باشم اینو گفتم که حوصله این صورت لحظه‌ای حرکت است. واسه انمین لحظه و انمین وقت هم در صورت چه بودیشه نشان میده. تمام شد. صورت افزایشی باکتریا انمین وقت هم در چه فهمیدن اون یعنی این حوصله ده از اگر که مثلا ایگریک اینجا در مقدار باکتریا میگیم مقداری چیه باکتریا مقدار باکتریا میگیم باکتریا ته وقتی داده شده گوییم اگر اینه ببینید صورت افزایشی باکتریا ما دیگری تقسیم د ت میشه. هم خیلی انا کو دیگری تقسیم د ت ما در یکم وقتی معین از ایگری مقدارش با واسطه متناسب تا ایگری در دیگه انا اکنون هرچی یوم اگر چه میشه د ایگری تقسیم ایگری برابر ک ضرب د ت. فهمید؟ من ایگری که چون کردم هر دو طرف رو تقسیم کردم دیتای هر دو طرف رو ضرب زدم. فهمیدیم می؟ با همین معادله شد. انا اکنون هر دو طرف چیزی میگیریم اینتگرال. هر دو طرف اینتگرال میگیریم یک تقسیم ایکس اینتگرال از چیزی بود واسه هم میگیریم. الان از این برابری k دائمی ارتقی علامت کنید. درست؟ دیتای اینتگرال ز برابر k بر پی روزی چیزه سی. اگم دائمی سی. انا کو بچه‌ها چه می‌کنیم ما برای هم این ایگری که گفتم ما در کار نه برای این کار این طرف رو لگریتم ناتورالی رو بیاریم آسان میشه. الان از ایگری برابری یه الان از یه نشان دهندش کات گفته میتونیم چون که اساسش یه های کات تشکیل می‌کنه. الان از یه خودش با یک بار سه برابر میشه. برای آسان شدنی کار این سی از بس که دائمی هست اینم من الان از سی نمی‌سم شدم می‌رده با دائمی کو الان کو دمش الان از ایگری برابری الان از سی ضرب یه نشان دهندش ک ت می‌خوایم هر دو طرف لگریتم‌های پرتوی مگر چه میشه ایگری برابری سی ضرب یه نشان دهندش ک ت. این بچه‌ها حل عمومی معادله هست. حل عمومیش ما همین چیز هم تو اثبات کردیم حاضر. الان ما دوم چیز ما باید فهمیم که اینجا سی ما و چی برابر است. فهمید؟ سی ما برابر است. اگر شرط اولش گوییم اگر یعنی این ایگری که ما برابر ایگری که نال گوییم اگر ایگری برابر ایگری که نال گوییم آنگاه چی کل میشه؟ یعنی ایگری که نال ما در وقتی که برابر نال اولی وقت در نگوییم آنگاه این فرمول رو میمانیم ایگری که نال برابری سی ضرب یک که ضرب جای تیبه چه میمانیم؟ نال. میخواییم؟ انا که هر گونه عدد به درجه نال برداریم با چند؟ خودش یک با برابر میشه سی که ضرب شد سی значит سی ما ایگری که نال با برابر میرسن پس جای دائمی سی به ایگری که نال ماندن ما ممکن این نخیم شد ایگری برابری ایگری که نال ضرب یک نشان دهندش که بچه انا این فرموله خیلی اساسی برای همه حل مسئله ها استفاده میشه. حاضر ما بیاریم شیمی اندر فیزیک اندر استفاده کنیم همین فرموله نسبت سرعت افزایش تمام و وابستگی سرعت افزایش از وقت. ولی مسئله خصوصی اگر دیگه بریم گفتاست که اگر درون 5 ساعت اندر باکتریا 3 مراتب افزایدگر تو قانونیت افزایشی همین باکتریا معین کن. الان کو نگاه کنید
یعنی این مقداری باکتری بود که اول ایگریکینول بود درونی 5 ساعت اند چند شد ایگریک شد. ایگریک ما 3 مراتب 3 ایگریکینول میشن می الان این فرمول ما رو گذاریم اگر فرمول ما رو بگذاریم جای ایگریک بر 3 ایگریکینول رو بگذاریم الان 3 ایگریکینول برابر ایگریکینول ضرب 1 k ضرب k بود کو k ما بعد چند ساعت افتاد هم تو 5 گذاشتیم. اینا نگاه کنید ایگریکینول ها اختصار کردیم یه نشانگرش 5 x برابر 3 شد. از اینجا 5 k ببخشید 5 k یاوین برابر ln از 3 میشه. خیلی لگریتم ناتورایی از 3 اینجا k یا کوفیشینت متناسبیه یاوین مگر تقریبا نورو اصلا 22 بوده است. الان این فرمول اول ما جای k با کوفیشینت معین کردیم برابر میمونیم. من این قانونیتی افزایش سرعت پهنشوی باکتریا هم وابسته از چیزه وقت و مقدار اولیه باکتریا فهمو؟ تمام.